دور زمان ها انتظار بودن هویت ملی از پارتوکرات ها و تکنوکرات ها و اقتصاددان ها، من فکر میکنم که خطاست. چون که پارتوکرات نفری که باید برای حزب خود تلاش کند. نفهمید؟ حزب چیز؟ حزب یک گروه است، یک نفر توده مردمی هست که یک سمت فعالیت دارد، چیزی میخواهد و در اونجا دیگر ملت بودنش ممکن نیست، شرط نیست. و هم تکنوکرات ها اونهایی که یعنی که دولت پرستن، اونها باید در فکر دولت باشن، در فکر دولت داری باشن. یا که اقتصاددان ها، یک نفر بزرگ گفته است که تمام نمودی معاشرت را معاشرت کامرسیونی از بین میبرد. وقتی که من تاجیکم و شما تاجیک، یک نفر دیگر نمیدونم روس است یا که کوریایی است و ما بین همدیگر مناسبت های پولی و مالی داریم و از هم فایده میگیریم، البته ما دیگر در فکر ملت نمیشویم. اما اینتلیگنسیا، قوه پیشبرنده باید گردد که اون پارتوکرات و تکنوکرات و اقتصاددان ها و کمرسیان ها را از پس خود ببرد. من برای همین میگم در یگان دور زمان، در یگان ملت آدم را نمیتوان بیافت که مثلا میلیاردر باشد، یک بانکیر باشد، جهان او را بشناسد، او ملت پرست باشد، یک ملت خود را بپرستد. چون که مناسبت ها دیگر هستند، مناسبت های اونها از جامعه ملت میبراید. بگیره مثلا در امریکا اینقدر میلیاردرهای هستند، اونها در فکری ملت امریکایی نیستند، اما اینتلیگنسیا و قوه های پیشبرنده ملی هست که اونها را مجبور میسازند که اونها در فکر ملت باشند. من مثال عادی میارم، همین گلوبالیزاسیون یا جهانی شوی به خاطر چیست؟ به اون خاطری هست که صاحب زواد و فابریکه های خود را کنده آورده در دیگر کشورهای دوم و سوم میسازند، تنها به یک خاطر، به خاطر مزد معاش کم دادن و از اندازهای هنگفتی مملکت خود آزاد شدن. در اینجا حس ملت دوستداری دیگر نیست، اما اینتلیگنسیا اون کشورها حرکت های هستند که اونها را مجبور میکنن که نه، شما باید در فکر این ملت باشید. برای همین در همه دور زمان و در ما هم مثل دیگر اقوام و خلقیت ها و ملت ها، تنها اینتلیگنسیا باید قوه پیشبرنده جمعیت باشد. تا کدام منظور در رسیدن به وحدت ملی سال 1997 در نظر دارم، به این رسیدن حجت، تا کدام اندازه اینتلیگنسیا در اینجا سهم گذاشت و مختصرا خواهش میکنم اینتلیگنسیا سهم گذاشت و تا کدام اندازه در اینجا خیراتی که معمولا بیشتر ما استفاده میبریم همون عبارت را که خیراتی ازلی ملت تناسب در اینجا چگونه بود؟ خب درباره اونی که اینتلیگنسیا چی سهم داشت، شما بگیرید دل خواب بیاد بگونه مثال بگیریم ژورنالیستیکای تاجیک رو از سال 92 تا سال 97 ژورنالیستیکای تاجیک اینگونه که امروز ژورنالیستیک قهرمانسازی و قهرمان تلاشی دورت نداشت. وقتی که سنگک سفروف زنده بود ما درباره اون می نوشتیم، ما درباره لنگری و فیضلی و میرزا جگه و میرزا خوجه و اسکندر و دیگر آدمایی که جنگ سالار بودن ما نمی نوشتیم، ما خاموشی زیدی جنگ اعلان کرده بودیم، ما تنها درباره سور می نوشتیم. دلخواه گازیته را بگیرید، من در اون سالها خودم ژورنالیست بودم، خودم می نوشتم و از نوع تمام ژورنالیستی که همون سالها میگم که نبود قهرمان سازی. امروز به خاطر پول کار کردن کمرسیا ژورنالیستی که رو آورده است و قهرمان سازی و قهرمان تراشی. اما برای چی؟ برای اونی که این ژورنالیست که درک کرد که دیگر این جنگ و جدل ها ما رو بالکل ترک کردن و هم آدمانی نوی به ژورنالیست که وارد شدن که ماهیت سازندگی رو نمیدونن. اینها قوه پیشبرنده و تحریک دهنده هستند، اما پیشبرنده مع تأسف نیستن. بگذار من رو همتاهای من، همکاران من ژورنالیستان تاجیک ببخشن، اما ما امروز قوه تحریک دهنده سازنده نیستیم. ما همون خاموشی ما بود که ما از یگان جنگ سالار قهرمان نساختیم، حالا که در اینجا بودن غفار میرزایوف، یعقوب سلیموف، خوجه کریموف که اونها هم پول هم داده میتونستند و هم مثلا یک تحریک مثبت به ما داده میتونستند، اما ما درباره آنها نمی نوشتیم. ما اونها را به خاموشی
اعتراض کردیم به اونها و برعکس دنباله هر یک ایده سازنده و صلح پرستانه که حکومت پیش میگیری. این خاموشی ترس نبود؟ این خاموشی ترس نبود. اگر این ژورنالیستی که میترسید اونها میپرستیدن و اونها رو ستایش میکردن. این بسیار تفریقه جدی دارد. در زمانی که من میتوانستم که به گونه مثال از یک بایویک یا که یک جنگسالار پول بگیرم و تبلیغ کنم مالا ثروت صاحب بشم، ما این کارا نکردیم و اگر ما میترسیدیم